به ادامه برنامه‌های رادیو ایران. دوستان عزیز فیسبوکی من دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. مصر روان هر سه شنبه 2 تا 3 با من باشین. دعوت میکنم که برنامه لایو 670 رادیو ایران رو خدمت همه عزیزان تقدیم میکنم. امروز در رابطه یه تحقیقاتی که در مورد کمبود خواب و آلزایمرز شده صحبت میکنم و بعدم بحثی در رابطه با تفاوت نوتروسوتیکال ساپلیمنتس و فارماسوتیکال مدیسن و اینکه ما چقدر الان میتونیم کمک بکنیم که افراد روی دارو نباشن. با شما صحبت میکنم، با من باشین. میریم لایو روی خط رادیو ایران و ممنونم که با من هستیم. 3 2 1 شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که هر سه شنبه 2 تا 3 لایو همراه من هستین روی فیسبوک، دکتر ناناز پیرنیا هستم و کارگردان اتاق فنی ما بین آرمین جان و فرشاد بلندیان امروز میگرده و خوشحالم که این سلسله برنامه‌های زندگی بهتر مورد استقبال شما عزیزانه و اینقدر منو تشویق میکنین. این برنامه بازپخشش روی فیسبوک و بعد روی یوتیوب خواهد بود و برای اینکه با من تماس بگیرین تلفن تماس 310 286 14 80 هست و تلفن استودیو اگه دوست دارین لایو در این مدت 1 ساعت با من تماس بگیرین 323 512 72 64 هستش. تخصص من بجز در رابطه با روان درمانی، مغز درمانی هم هست و کلینیکال هیپنوتراپیستم. متخصص مشاوره زناشویی و کار با کودکان، نوجوانان، بزرگسالان هستم و در مرکز مایند تراپی سنتر در کنار روان درمانی، انواع آزمون ها، تمام تست هایی که انجام میدیم، رشته مغز درمانی رو هم به این کار اضافه کردم که حلقه گم شده کار روان درمانی و به طور کامل مشکلات مربوط به سلامت روان هست. در واقع کار مغز شناسی و مغز درمانی و همینطور در کنارش پیشگیری از امراض جسمی، چاقی، تورم، دیابت نوع دوم، مشکلاتی که عزیزان دارن از لحاظ آلرژی و مشکلاتی که افراد برای تعادل هم فکری و هم جسمی دارن، در این مرکز اول بهش نگاه میشه که ببینیم چرا افراد این مشکل رو دارن و بعد درمان میشه. من امروز در رابطه با کمبود خواب و آلزایمرز تحقیق جالبی انجام شده میخوام باهاتون صحبت بکنم و بعدم تفاوت در واقع استفاده از داروهای فارماسوتیکال و برعکسش ساپلیمنت ها و محصولات نوتروسوتیکال و طبیعی و نحوهی که ما افراد رو کمک میکنیم، تشخیص میدیم و معالجه میکنیم بدون نیاز به دارو رو یک کمی میخوام براتون تفاوتش رو بگم و توضیح بدم که کی دارو لازم داریم و کی نداریم. کاری که ما در مرکز ارائه میدیم، فقط بگم که بجز روان درمانی، مشاوره خانواده و زناشویی و کار با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، نقشه برداری از مغز یا QEEG Brain Map که به ما کمک میکنه فعالیت در واقع سلول های مغز رو از لحاظ روابط الکتریکی اون اندازه گیری بکنیم و متوجه بشیم که علل مشکلات فکری، یادگیری، رفتاری و روانی ما
به چه دلیلیه. بعد از این که نقشه برداری انجام میشه، انواع نیوروفیدبک EEG و HEG رو تقدیم شما میکنیم که درست مثل یک برین جیم و بازی با مغزه که بدون خطر، بدون اشعه و با کمک گرفتن از فیلم، ساوند، موزیک و موشن ما مغز رو در قسمت هایی که نورولوژیست های ما تشخیص میدن که فرد پرکاری یا کمکاری داره ارائه میدیم به شما. و در کنار اون در واقع آخرین وسایل جدید الکترونیک و آخرین وسایل مغز درمانی رو و جسم درمانی رو مثل نورو رد لایت که باعث لاغری و بالانس شدن بدن و جوانسازی بدن میشه و همینطور نورولیمف که کمک میکنه غدد لنفاوی سمومات ازشون به راحتی خارج بشه و در نتیجه اون مشکل تورم و چاقی و مشکلاتی که یواش یواش به دیابت نوع دوم میرسه و همینطور مشکلات دستگاه گوارش و جی آی ما، در واقع مشکلات مربوط به معده و روده کمک بشه. در کنار اون ما میتونیم با کمک یک تست ادرار برای هر فردی از تولد تا 130 سال این جعبه رو برای همه میفرستیم و جواب وقتی که ادرار رو به لابراتوار غیر شیمیایی میفرستین مشخص میشه که از لحاظ ارثی و ژنتیک چه کمبودهای بیوشیمی، مواد امینو اسید، املاح معدنی و غیره رو هر کدوم ما نداریم و به خاطر نداشتن این مواد اصلی شیمیایی، بیوشیمی در واقع ما کمبودهایی یا مشکلاتی رو میتونیم داشته باشیم. در رابطه با مرکز باز هم برای شما توضیح میدم، ولی اول فکر کردم که راجع به تحقیقات جدیدی که در رابطه با کمبود خواب که میبینم مشکل بسیار زیادی برای همه افراد در هر سنیه و همینطور موقعی که ما سنمون بالا میره مشکل کمبود خواب یا نرفتن به خواب عمیق یکی از مسائلیه که مشکلات دیگر رو به وجود میاره و احتمال بالا رفتن ریسک دیمنشیا رو زیاد میکنه. تحقیقاتی رو جاما جورنال آف امریکن میدل اسوسییشن نورولوژی تازگی انجام داده و در واقع کشف بسیار مهمیه که امروز بهش رسیدیم و من همیشه راجبش با شما صحبت میکردم. رابطه خیلی نزدیکیه بدون عدم داشتن خواب عمیق و این خواب عمیق ما میدونیم 4 تا استیج خوابه از وقتی که چشممون بسته میشه تا به اون خواب عمیق میریم. سومین استیج خواب slow wave sleep و این درست اون جاییه که اگر ما به این خواب عمیق نریم مشکلات و ریسک فراموشی و دیمنشیا رو میتونه بالا ببره، چون مغز وقتی که سر حال نیست و وقتی در اون استیج سوم خواب نمیره نمیتونه مواد مسموم و مضر و حتی بتا امایلوید پروتئین که اون پروتئین بدیه که بین سلا جمع میشه و سفت میشه در واقع و باعث میشه که شروع الزایمر باشه و برخلاف این که افراد مثلا فکر میکردن یا میان پلوی من میگن ما شروع الزایمر و این بتا امایلوید پروتئین رو برای ما پیدا کردن، ما از طریق پریونشن جلوگیری و پیشگیری از این که با بالا رفتن سن سلول ها بیشتر این امایلوید رو بگیرن و سلول ها نتونن خواب عمیق برن که این مواد مسموم و مضر خارج بشه، میتونیم به شما
کمک بکنیم. مثل هر عضو دیگه‌ای در بدن، سلول‌های مغز ما و به طور کلی مغز ما هم ارگانیه که باید بهش رسیدگی بشه. اگر شما میبینین خودتون و عزیزانتون این خواب عمیق رو ندارین، بدخوابی دارین، کمخوابی دارین و یا خیلی هی بیدار میشین، بعضی هستن میگن که من همیشه درست مثل این میمونه که بیدارم و در هر لحظه مغزم بیداره. و این به ما، این تحقیقاتی که در جاما نورولوژی انجام شده نشون داده که اگر این خواب عمیق استیج سوم وجود نداشته باشه یا کم باشه، حدود 30% احتمال ریسک دیمنشیا و فراموشی بالا میره و حدود 40% احتمال ریسک آلزایمرز که نوع شدید دیمنشیا هست به وجود میاد. کاری که ما در مرکز مایند تراپی سنتر برای شما انجام میدیم حقیقتا سرنوشت سازه و شما اگر هم خواب خوب دارین نیاز دارین که ما به شما با اون تست ادرار ببینیم که چه مقداری از این املاح معدنی، پروتئین، انزایم، ویتامین ها رو کم و زیاد دارین در هر سنی که هستین و در نتیجه من پیشنهاد میکنم که کلیه افراد خانواده یک تور از این مرکز مایند تراپی سنتر بگیرین، با هم بیاین که ما برای هر کدومتون هم املاح معدنی لازم رو از طریق تست ادرار و اون لابراتوار غیر شیمیایی تنظیم بکنیم و هم پیشگیری باشه برای اینی که یه مشکل شدیدی رفته پیش نیاد و نظم در واقع خواب عمیق شما به هم نخوره. ما در ضمن یکی از کمک هایی که در این مرکز میکنیم اینه که در کنار ساپلیمنت های لازم که برای شما ساخته میشه در لابراتوار، در ضمن با اون دستگاه الفا استم که روی گوش میذارین و فقط یه چیزی مثل یه سلفون 2 گوشی داره، این گوشی ها رو روی لاله گوش میذارین و وقتی که روشن میشه ماساژ میده، ماساژ گرما میده و گرما اون مایکروکارنت انرژی رو ایجاد میکنه، اوپیود و اون در واقع خود اون پروتئین هایی که باعث آرامش، های شدن و خواب خوب میشه رو ریلیس میکنه و در نتیجه هیچ کسی امروز نیستش که بتونه به من بگه من خوابم خوب نیست، برای اینکه ما برای عدم خواب خوب و خواب عمیق به شما این توصیه رو میکنیم که اولا چک بشین در این مرکز و دوم این که از این دستگاه الفا که میتونیم به هر جای دنیا بفرستیم و این کیت ادرار که میتونیم برای هر کسی بفرستیم، برای خودتون و افراد خانواده به جای اینکه مریض بشین دیگه نتونین بخوابین و بعد احتیاج به داروهای خواب‌آور در واقع پر از دراگ داشته باشین، ما نهایتاً خواب درست، صحیح و عمیق رو برای شما ایجاد بکنیم. و اینجا جا داره به شما بگم که وقتی که شما داروی خواب میخورین در واقع خواب عمیق اصلا نمیرین، به استیج سوم اصلا نمیرسین، بلکه با اون داروی پر از مواد مخدر در واقع غش میکنین، یعنی از هوش میرین، مثل داروی بیهوشی میمونه و داروی بیهوشی با خواب عمیق بسیار متفاوته. در اینجا جا داره ازتون خواهش بکنم در کنار اینکه خواب رو ما تنظیم میکنیم و مطمئن میشیم که در خواب عمیق میرین و در نتیجه مهمتر از همه این که دچار فراموشی و دیمنشیا جلوگیری میکنیم ازش، یادتون باشه که هم از لحاظ بدنی موومنت داشته باشین، ورزش بکنین، راه برین، تکون بخورین، آشپزی بکنین و کارای
جالب و فعالیت‌های مغزی خودتون رو هم، فعالیت‌های فکری خودتون رو هم هیچ وقت استاپ نکنین. من افرادی رو میبینم که وقتی دیگه یواش یواش سنشون بالا میره و کار نمیکنن، فقط توی یه اتاق میشینن، تیوی میبینن، برنامه این سریالای ترکی و پاکستانی رو میبینن و یواش یواش هیچ نوع فعالیت فکری و یادگیری برای به خاطر سپردن و در واقع تنظیم و اتصال سلولهای مغز به خاطر کارهای جالب رو از دست میدن. ما مغزمون از 27 سالگی شروع میکنه به پیر شدن و از همون موقع است که من از شما دعوت میکنم که بیاین و برای مغز خودتون هم نوتریشن لازم، هم چند جلسه نیورو فیدبک ورزش های مغز رو بگیرین، مغز رو ما آپتیمایز کنیم که بتونین به دنبال زندگی و هوش خوب و حواس خوب برین. خواب عمیق، ورزش، فعالیت فکری و بدنی و تغذیه سالم لازمه داشتن یک مغز سلامت و یک زندگی سلامته. باز هم در این مورد اگر سوالی داشتین شما عزیزان میتونین با مرکز ما 310-286-1480 دکتر ناناز پیرنیا تماس بگیرین. امروز من یه بحث بسیار مهمی رو میکنم که در واقع متاسفانه آمار نشون میده که بالاترین رقم استفاده از داروهای شیمیایی رو ما در امریکا میبینیم که افراد دارن، چه برای کودکان، چه برای نوجوانان و چه برای بزرگسالان. آماری رو دیدم که افراد 65 ساله به بالا در امریکا متاسفانه روی 3 یا بیشتر داروهای شیمیایی سایکیاتریک، سایکوتروپیک هستند و در واقع چند سال پیش 3 میلیون نفر، حالا 4 میلیون نفر رسیده فقط افراد 65 سال به بالا در امریکا. مهمترین خدمتی که ما در مرکز مایند تراپی سنتر داریم انجام میدیم و ادغام مغز درمانی با روان درمانی، در واقع دانستن رابطه‌ای که بین سلولهای مغز و نداشتن مشکلات فکری، روانی، یادگیری، احساسی، حافظه و رفتاریه. ما 120 سال پیش متخصصین، دکترها، ساینتیست ها به خاطر اینی که نمیدونستن رول مغز و فعالیت مغز و احتیاج سلول های مغز در رابطه با نوتریشن و محصولات طبیعی املاح معدنی و امینو اسید چیه، شروع کردن و تمام علائم مشکلات روحی، روانی، جسمی، رفتاری، حتی لاغری، چاقی، همه رو از طریق استفاده از داروهای شیمیایی که در لابراتوار ساخته میشه و در داخل اون انواع مواد مخدر ازش استفاده میشه رو شروع کردن. در 30 سال گذشته استفاده از این داروهای ضد اضطراب، افسردگی، برای خوابیدن، برای تمرکز حواس، برای درد و غیره بی نهایت بیش از همیشه رایج شد که امریکا هم همونطور که بهتون گفتم بالاترین درصد تجویز رو برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان انجام میده. افرادی که مشکل ایتینگ دیسوردر دارن، مشکل خوردن و تغذیه دارن، افرادی که وسواس دارن، افرادی که افسردگی و اضطراب دارن، به هر نوعی که افراد مشکلی دارن، دکترها این افراد رو میبینن، علائم مشکلات که رفته رفته با
بالا رفتن سن متاسفانه بدتر میشه رو با داروهای به نام SSRI و غیره شروع میکنن به صورت موقت، شاید بتونم بگم دروغی. مشکلات مسک میشه برای اینی که این داروهای مخدر از داخل جدار مغز به داخل مغز میرسن و به جای اینکه مواد اصلی امینو اسید و مینرال ها و انزایم ها و ویتامین باشه، متاسفانه با دارو برای مدتی مشکل فرد رو مسک میکنن و پنهان میکنن و مشکل از اینجا شروع میشه. بریم آگهی ها رو با هم گوش کنیم، برگردیم. من در رابطه با نوتروسوتیکال برخلاف فارماسوتیکال با شما صحبت میکنم. با ما باشید. آیا از چاقی رنج میبرید و میدانید تناز عزیزم. علی هستم من. های علی جان، امروز چی شد پس؟ فرشاد فرشاد هنوز نرسیده، گفتش تا 10 دقیقه دیگه میرسم، حالا منتظرش هستیم. پس از شما هم تشکر میکنم آنلاین. خواهش می‌کنم لطفاً شما بزرگوارید. مرسی علی جان. خواهش. تناز عزیزم مرسی، جات خالیه. یه دفعه تو هم باید دیدن مامان بری. خوشحالم که با ما هستی. من اول از همه اینو کم کنم. اول از همه من دیگه مادر بزرگ شدم، این بیبی رو نشونه همه بدم که یادمه وقتی که دوستان مادر بزرگ می شدن و تا ما می شستیم این عکس‌ها رو می کردن و راجع به این نوه استثنائیشون حرف می زدن. من همیشه پیش خودم فکر می کردم که خب دیگه حالا دیگه بچه است دیگه، و فکر نمی کردم که خودم هم به همین مشکل بر بخورم که واقعا یه احساس جالبیه که بچه آدم بچه بیاره و یک دوباره یادآوری اون عشق و محبت خالصانه‌ایه که آدم میگیره. و فقط جالبیش هم اینه که چون ما مسئول بزرگ کردنش نیستیم فقط، و چون خودمونم دیگه به سنی رسیدیم که دیگه نمیخوایم پارتی کنیم و این ور اون ور بریم، خیلی با علاقه بیشتر و با حوصله بیشتر میتونیم بیبی سیتر این بچه ها باشیم. به هر حال امیدوارم که همه بچه ها سلامت باشن و یکی از مسائلی که میخواستم بهتون نشون بدم، من در رابطه با این دستگاه الفا الان صحبت کردم. خیلی جالبه که تحقیقاتی که انجام شده برای اینی که ما به اون خواب عمیق استیج سوم برسیم، بزرگترین کمکی که میتونیم بگیریم از این دستگاه الفاه و این باعث میشه که انقدر هورمون‌های آرامش ایجاد میشن، پروتئین‌ها در خود مغز و از تمام اوپیود خود مغز استفاده میشه که درست مثل این میمونه که 1 لیوان شراب، 2 لیوان شراب، 3 لیوان و اگر طولانی بذاریم کاملا به اون خواب عمیق میریم. وقتی که به خواب عمیق میریم مغز دوباره سازی میشه، سموماتش خارج میشه، دچار زیاد شدن پلک در مغز نمیشیم و کمک میکنه که روزمون سرحال و مغزمون سرحال باشه. به هر حال ما دستگاه هایی که داریم، این برین تپ هم که با نور در واقع هیپنوتراپی مسیجایی که میده و کمکی که میکنه برای موشن وقتی که روی گوشمون میذاریم و اینم روی صورت، چشم بسته، درست مثل یک کامبینیشن بین نیوروفیدبک، سایکوتراپی، هیپنوتراپی، لایت تراپی، ساوند تراپی یک سشن کامل میگیره انسان. به هر حال ما یک بار به دنیا میایم و اگر که تصمیم بگیریم که به مغز خودمون نرسیم، درست مثل اینه که تصمیم بگیریم هیچ وقت
به دکتر دندان پزشک مراجعه نکنیم و دندونامون رو چک نکنیم. و خب مسلماً دندون ها هیچ وقت سالم نمیمونن و عین همون هم مسلماً سلول های مغز که از 27 سالگی شروع میکنن به پیر شدن هیچ وقت آپتیمایز نمیشن و بهره برداری که ما میتونیم نهایتاً داشته باشیم به هم میریزه. الان من داشتم نگاه میکردم، یه چیز درست کردم، یه چارت درست کردم از اینی که تمام استرسرهایی که ما داریم در دنیا الان که به برین صدمه میزنه و این فشارهایی که دور و برمون هست و من لیست کردم و فکر میکنم هر کدوم ما یه چند تا از اینا رو حتما گرفتارشیم. همه چیزایی که به عنوان استرسره و هورمون ها رو به هم میزنه، نرو و ایمیون سیستم رو به هم میزنه، تغذیه بد که من امیدوارم که همه مواظب تغذیه‌مون باشیم، مسئله ارث که همون کم عدم توازن سلول های مغز از لحاظ نوتریشن که ما با اون تست ادرار امروز میتونیم کاملا جبرانش بکنیم، مشکلات روانی و روحی، مشکلات مالی، مشکلات کاری و فامیلی، هممون بالاخره هر روز مشکلی هست که حل بکنیم، نگرانی هست که داشته باشیم. انواع ضربه های روحی، جسمی، جنسی، مرگ عزیزانمونه، خبرهای شدیدیه که به خاطر جنگ و به خاطر نابسامانی در دنیا میشنویم، کودکان گرسنه، افراد بی خانمان، جنگایی که دور دنیاست، کار زیاد همراه با فشار روحیه. یکی دیگه از استرسرهایی که خیلی رو برین اثر میذاره مشکلات دستگاه گوارشیه. افراد خیلیا حساسیت دارن به یه سری از غذاها، به گلوتن، به دیری پروداکت. خیلیا دستگاه گوارشیشون درست غذا رو انزایمای کامل نداره برای اینکه غذا رو دفع بکنه و مثلا یبوست دارن، الرژی دارن و غیره. استفاده از مواد مخدر و الکل و داروهای شیمیایی که متاسفانه فرهنگ امریکا که اصلا فقط فرهنگ الکل، شما هر فیلمی رو که نگاه بکنین از اول تا آخر اینا دارن الکل میخورن و در کنار اونم که میدونیم مواد مخدر و دسترسی به این مواد و تاکسیسیتی زیاد این مواد اصلا برین مغز رو درگیر میکنه، مغز رو آنن پیر میکنه و بعدم که داروهای شیمیایی که مثل نقل و نبات تجویز میشه بدون اینی که علت این مشکلات رو هیچ کسی بخواد بدونه. مسموماتی که در محیط وجود داره، از سپریایی که استفاده میکنیم، از موادی که به صورتمون میزنیم، از مواد تمیزی که استفاده میکنیم، همش تاکسینه. حساسیت های روحی یا محیطی، اون هایپر سنسیتیویتی که افراد دارن یکی از کامن استرسرها هستش. مایند و بادی ما عدم حرکت و فعالیت فکری و جسمی مونه. خیلی ها بی هدفن، صبح که از خواب با میشن نمیدونن چیکار کنن، مشکل خواب دارن، سیستم ایمنی به هم میخوره و خلاصه خیلی مسائل دیگه که حالا دیگه نمیخوام قصه دارتون بکنم. برمیگردیم روی ایر و من راجع به اینی که کی دارو استفاده بکنیم و کی نه صحبت بکنیم. با من باشید. اینم تبلیغ رد لایت ماست برای لاغری. بیاین اگه در الی هستین یا نزدیکای الی هستین حتما بیاین و استفاده بکنین از این متد جدید برای از دست دادن فت و بازسازی پوست.
That's 310-286-1480 or go to www.dinazpernia.com. خانم دکتر آماده اید؟ بله مرسی. نه بفرمایید. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. شماره تماس 310-286-1480. امروز در رابطه با مسئله مهمی که فکر میکنم یکی از بالاترین دلیل مشکلات فکری و مغزی ما هست، یعنی استفاده از داروهای شیمیایی برای پنهان کردن و مسخ کردن مشکلات روانی، فکری، احساسی، رفتاری و غیره، بدون اینی که نیاز باشه که اینقدر انواع داروهای واقعا پر از دراگ و مواد مخدر که افراد رو شل میکنه، بیحال میکنه، از حالت طبیعی خارج میکنه و بعد از اینی که تأثیر این داروها میره، افراد دوباره همون گله ها رو دارن. من کلاینت هایی رو میگیرم که روی 2، 3، 4، 5 نوع داروهای مختلف SSRI هستن برای اضطراب، برای افسردگی و مسائل دیگه و خواب. و امروز میدونیم که عوارض جانبی این داروها روی سلول های مغز، تمام فعالیت، استراکچر و سیستم ساختمانیش رو به هم میزنه و بعد افراد رفته رفته بی‌حس میشن به اون مقداری که برمیدارن و یا عوارض جانبی دیگه‌ای که به وجود میاد رو دکترها با یه داروی تازه میخوان جبران بکنن. و امروز اگر که فارماسوتیکال رو نگاه بکنین، داروهای شیمیایی با مواد مخدر، یه موقع‌هایی که فرد یه مشکل شدید حاد به خصوص داره باید تجویز بشه. اگر فردی داره از لحاظ اضطراب هیجانی قلبش وای میسه و به بیمارستان میره، اون موقع ممکنه که دارویی لازم داره. اگر فردی مشکلات جسمی داره، اگه سرطان داره، اگه هر چیزی که اون سپسیفیک پرابلمه، هیچ مسئله‌ای ما نداریم. ولی برای یادگیری از پیشگیری و کنترل علائم مشکلات فکری، روانی و احساسیتون، لازم نیستش که بلافاصله برین دکتر برای خودتون و بچه هاتون دارو تجویز بشه. علم مغز درمانی و مغز شناسی به ما این موقعیت رو داده که متوجه بشیم اون مواد و المنت اصلی که بین سلول ها لازم داریم برای اینکه این علائم وجود نداشته باشه رو با یک تست ادرار در لابراتوار غیر شیمیایی میتونیم اندازه بگیریم و در نتیجه نحوهی که ما برخورد میکنیم با مشکلات روانی، فکری، اضطرابی، مشکل اشتها، مشکل خواب، مشکل حافظه امروز فرق کرده و افراد قرار نیستش که این ادای تلویزیون رو دیدین که میگن یه دارویی رو میگه برای ضد اضطراب یا ضد افسردگی، بعد تقریبا 5 دقیقه میگه اگر که خستگی نده، اگر قش نکنین، اگه خونریزی نکنین، اگه حالت سویسایدال نگیرین، اگه حال تهوع نگیرین، اگه اسهال نگیرین. آخه اصلا نمیشه که شما فقط و فقط دارو رو به عنوان نحوه معالجه امروز بخواین ازش انتخابش بکنین. هر چقدر که سن افراد بالا میره، اثراتی که روی این مغز ما میذاره مثل تیک های عصبی که میده، لرزش دست، پارکینسون، الزایمر، عدم خواب خوب، همه اینا درست مثل یه فرد معتاد میشه در واقع. و من میبینم که افراد حتی با اولین علائمی که بچه هاشون تو مدرسه
از لحاظ پرتحرکی نشون میدن، بلافاصله میرن به دکتر و تصمیم میگیرن که یه دونه داروی باز شیمیایی که از مواد مخدر در لابراتوار شیمیایی میشه استفاده بکنن. یادتون باشه که ما دارو رو وقتی که لازم داریم بی نهایت فوق‌العاده است، ولی افرادی که پلوی من میان کمک میخوان که ما با تست ادرار و برای خانوما بزاق دهان چک بکنیم ببینیم چه اسنشل نوتریشنی واقعا مغز لازم داره، اینو بهشون در کنار داروها بدون اینکه داروها رو لازم باشه دست بزنیم یا کم بکنیم، بهشون اون مواد واقعی امینو اسید رو میدیم و وقتی که شروع به خوردن میکنن عوارض جانبی داروها مشخصتر میشه، میرن پلوی دکترشون، به دکترشون میگن من حالم خوبه و اینا رو میخوام کم بکنیم و ما با کمک خود دکترهای معالجشون از لحاظ دارو درمانی رفته رفته تعداد داروها و مقدارش رو برای افراد بدون خطر کم میکنیم. یادتون باشه که شما از سر خودتون هیچ وقت اگر داروی شیمیایی سایکیاتریک دارین برمیدارین از سر خودتون اینا رو استاپ نکنین. خطر سکته مغزی، سکته قلبی داره، به خاطر اینی که انقدر دوپامین و انقدر هپی هورمون یه دفعه ریخته میشه توی مغز که مغز از نگرفتنش میتونه سکته بکنه. ما موقعی که من شروع کردم به کار مغز شناسی حدود 25 سال پیش بود و رفته رفته علم فانکشنال مدیسن، نچروپاتیک مدیسن و آلترنتیو مدیسن رشته هایی شد که الان افراد در اون درس میخونن و ما با کمک چنین متخصص هایی امروز میتونیم نگاه بکنیم به علت مشکلات شما. بتونم بگم که تمام دکترا، فارماسیستا، تمام متخصصین خودشون کلاینت من هستن. من میتونم به شما بگم 60% کلاینت های من کسایی هستن که خودشون به افراد دیگه دارو میدن یا فارماسی دارن و یا به یه نوعی در رابطه با فارماسوتیکال کار میکنن، ولی محال خودشون این داروها رو بردارن، زهرشون میره از این داروها، میان پلوی من و روی حساب و کتاب مغز با نقشه برداری و با چک کردن ادرار تمام علل مشکلاتشون رو برطرف میکنن. ما از علائمی که میبینیم نباید بترسیم. درست مثل وقتیه که شما دندون درد دارین، ما از دندون دردمون نمیترسیم، میریم و دکتر قشنگ عکس برداری میکنه که ببینیم کدام نقطه و به چه علتی مشکل داره. عین همین کار رو ما برای مغز انجام میدیم. بی علت دارو خوردن، داروهای شیمیایی سایکیاتریک بدون دانستن اینی که چی لازم داریم مثل راشن رولته. این دکتر یه دونه دارو رو میده، میبینه نه افسردگیتون بهتر نشد، تشویش گرفتین، یه داروی دیگه میده، بعد میبینین نمیخوابین، یکی دیگه میده. دیگه این نوع دارو درمانی لازم نیست، برای اینکه ما به دکترها الان داریم یاد میدیم که اگر این تست ادرار و بزاق دهان و برای دکترهایی که لازمه تست خون هم داره کاملا میتونن پی ببرن به علت اون افسردگی یا اضطراب یا مشکلات روانی، روحی، جسمی، یا اینی که اگه تیک دارن یا هر مشکل دیگه ای دارن. تو رو خدا با من همراه بشین، بخواین برای خودتون و بچه هاتون و سلامت روان و جلوگیری از پیری مغز اول بدونین که چرا یه مشکلی رو دارین. ما درست تو این 120 سال مثل ربات عادت کردیم که یک قرصی برداریم که اون علائم رو برای مدتی نداشته باشیم و دیگه یادمون میره
که هر موقعی که شما یه قرص سایکوتروپیک برمیدارین سلول های مغز رو، فعالیتش رو، ساختمان سازیش رو، هدفش رو به هم میریزین. و وقتی بچه هامون یادتونم باشه که به هیچ وجه ما هیچ نوع تحقیق علمی لانگ ترم نداریم که اثر داروهای شیمیایی روی مغز بچه هایی که در حال رشدن و تینیجرها چی میتونه باشه. FDA داروهای سایکوتروپیک رو برای 3 تا 4 ماه لیگال اول دونست و بعد گفت که این 3-4 ماه مهلتی میده به دکترها که بدونن علت این عدم توازن و مشکلات از کجا میاد. متاسفانه به خاطر سودی که فارماسوتیکال کامپنی ها و قدرتی که پیدا کردن و درآمدی که پیدا کردن رفته رفته مدت 3 تا 4 ماه تبدیل به هرگز شده و الان افراد بسیار زیادی رو میبینیم که بدون علت، بدون اینکه تاثیر زیادی این داروهای ضد افسردگی و سایکیاتریک براشون داشته باشه فقط ازش استفاده میکنن. تحقیقات زیادی شده و این جمله‌شو میخوام براتون بخونم که میگه که ما تحقیقات لانگ ترمی که روی داروها استفاده از انواع داروهای سایکیاتریک برای افراد بزرگسال انجام شده نشون داده که استفاده از آن در واقع بی‌دلیل است. یعنی اینی که هیچ کسی با لانگ ترم این داروها رو خوردن حالش بهتر نمیشه. کاری که من به شما پیشنهاد میکنم اینه که چه اگه روی دارو هستین یا نیستین و چه اگر کودک هستین یا فرد بزرگسال، رجوع بکنین به مرکز ما و اجازه بدین که از لحاظ ژنتیک ما بفهمیم که مواد لازم نوتریشنی بین سلول های شما چه وضعی داره، کدوم قسمت کمبود داره، چه کمبودی از لحاظ نوروترانسمیترها هست که این نوروترانسمیترها در واقع مسنجرهای سلول ها هستن و ترمز و گاز ما و در واقع ما مثل یه ماشین هستیم و اگر این ترمز و گاز بالانس نباشه ما علائمی رو میبینیم. این علائم قرار نیستش که مسک بشن با دارو، قراره که تشخیص داده بشه که در کدام قسمت تنظیم این مواد به هم خورده و در نتیجه تنظیم مود و رفتار و حال ما به هم ریخته و بالا رفتن این نوروترانسمیترها که مهمترینش حدود 40 تا هستن معنیش همون ژنتیکه. امروز با کاری که ما در مرکز مایند تراپی سنتر به صورت واقعا منحصر به فرد و ابداعی انجام میدیم باعث میشه که ژنتیک اهمیتش حدود 3% باشه و رسیدگی که از لحاظ محیط به مغز انجام میدیم اهمیتش 97% باشه. شما ببینید این آمار بسیار قابل ملاحظه ایه. یعنی وقتی که من یه بچه‌ای به دنیا میارم که مشکل روحی داره، که مشکل حافظه داره، مشکل یادگیری داره، آیکیوش خیلی بالا نیست، مشکل یادگیری یا ریاضیات یا خواندن داره، مشکل پرفعالیتی داره، آتیزم داره، در خود فرو رفتگی عاطفی داره، هر چیزی که در کتاب روانشناسی از A to Z شما میبینین برمیگرده اولش به عدم تنظیم این مواد نوتریشنی در مغز و وقتی که فرستادن و این در واقع ترانسفر کردن اطلاعات بین سلول ها
نوتریشن نداشته باشه انجام نمیشه. در نتیجه شما ببینین چقدر آسون این مسئله. یعنی ما وقتی که علائمی میبینیم یعنی اینی که نوتریشنای سلول ها در یک قسمتی از 19 قسمت مغز با هم رد و بدل نمیشه. در نتیجه ما باید اون نوتریشن رو به صورت طبیعی بریزیم توی مغز و بعد هم با نیورو فیدبک و لایت و موشن ورزش بدیم که رابطه الکتریکی این برگرده به مغز. مغز نورانی بشه، مغز به کمترین هرج و مرج خودش برسه و داروهای شیمیایی درست هرج و مرج رو به مغز شما برمیگردونن. ما امروز حداقل کاری که شما میکنین اینه که اگر که دکتری رفتین و خواست داروی شیمیایی سایکیاتریک به شما بده برای هر دلیلی، ازش خواهش بکنیم که این تست نیوروساینس سنسکو رو انجام بدیم که شما محرک ها رو از نظر سرعت و بریک هر دو در نظر بگیرین و بفهمیم اقلن اگرم میخواین یه داروی شیمیایی بخورین و لازمه و حالتون خیلی بده، چه دارویی اون قسمت از نوروترانسمیترها رو برای شما جبران میکنه. خیلی موقع ها میبینیم که فرد میره به دکتر و دکتر یه دارو بهش میده، بعد میبینه که اون دارو بهش نمیسازه، یه داروی دیگه بهش میده، میبینه اون داروی دیگه حالش رو به هم میزنه، خیلی دیگه حالت قش میگیره، یه داروی دیگه میده. دیگه زمانی که ما حدسی یه داروی سایکیاتریک به مریضمون بدینم تموم شده. من اینجا در مرکز خودم با دکترهای سایکیاتریک از نزدیک کار میکنم و اگر کسی لازم داشته باشه به یک علت حادی از این داروها استفاده بکنه، روی حساب و کتاب علائم و عدم توازن محرکایی که ما میبینیم این تست رو انجام میدیم. به هر حال من امروز میخواستم به شما مشخصاً بگم که در مرکز ما اگر هر نوع عدم توازنی وجود داره و اگه نداره، دیروز من کیف کردم، آقایی آمدن مرکز ما گفتن من 79 سالمه، حالم خیلی خوبه، یه ذره شورت ترم مموری من به هم ریخته، یه ذره انرژیم کم شده، به حرف شما گوش کردم که بیام مغز رو آپتیمایز کنم و ما دقیقاً هم با نقشه برداری و با چک کردن تست ادرار برای ایشون الان پروگرامی ریختیم که من فکر میکنم اینقدر سلامتن که در حدود بین 10 تا 20 جلسه و برداشتن نوتریشنای لازم دیگه مغز 20 ساله بشه و به بهترین خودشون از لحاظ فکری و جلوگیری از مشکل فراموشی برسن. تلفن تماس با مرکز ما 310-286-1480. دکتر ناناز پیرنیا هستم. ممنونم که به برنامه گوش کردین. اگه هر سوالی دارین میتونین با من تماس بگیرین. تلفن تماس اگین 310-286-14. روز